به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان شبکه نجم تیوی، چنانکه که میدانیم روز 6 فوریه در جنوب ترکیه و شمال سوریه زمین لرزه شدید رخ داد و تا این لحظه فوتیدگان زیاده از 40,000 و این عدد شاید زیاد هم شود. و سراول به قربانیان رحمت و مغفرت خواهانیم و به باقی ماندگان خداوند صبر جمیل عطا فرماید. و امروز اینجا استادان همراه استادان اطراف این حادثه مدهش صحبت می نماییم و چند از پند و اندرز ها و حکمت ها از این حادثه رخ داده خواهیم گرفت. استاد بفرمایید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اولا برای انسان‌هایی که در این حادثه وفات کردند از الله تعالی رحمت و مغفرت طلب میکنیم و به خاندان و بازماندگان آنها از الله تعالی صبر جمیل طلب میکنیم. آمین. و آنهایی که مجروح شدند خدای تعالی بر آنها شفای کامل عطا نماید. الله تعالی میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یعنی این آیت مسلمان را آماده میکند به مصیبت های گوناگون. اینجا یک چند نمود مصیبت ذکر شده است. مثلا الله تعالی میفرماید که اینجا ترس یعنی نمودی مصیبت است، گرسنگی نمودی مصیبت است، زیان و ضرر برای مال و اموال انسان یک نمود مصیبت است. یعنی یک نمود انسان آماده میسازد که تو به این دنیا برای امتحان اومدی و هم باز برای اون مژده میدهد که اگر که با صبر و شکیبایی با این مصیبت رو پذیرفتی خب و الله تعالی برای تو مژده بسیار میدهد و یعنی که اجر و پاداش زیاد میدهد. این یک نمود مسلمان رو ویژگی خاصی عطا میکنه که مصیبت رو به طور دیگر قبول میکنه. یعنی با داد و فریاد و با مثلا ناراضگی به تقدیر الهی نیو و یعنی نمود رضاگی از حکم خدا و رضاگی از اون چیزی که خدا برای وی نصیب کرده است اون رو میپذیرد. این هم ملابط خیلی گفتیم ویژگی انسانی مسلمان است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود هم میفرمایند که عجبا لامر المؤمن، من تعجب میکنم به کار مؤمن که اگر برایش خوبی رسد شکر میکند اجر است و اگر برایش یک مصیبت وزنی مشقتی بیاید صبر میکند برایش اجر است، اجر نوشته میشود. البته یعنی بین شکر و بین صبر است مؤمن. بله در سبکی ها شکر میکند، در وزنی ها صبر میکند. یعنی در دو حالت، یعنی به معنای اینکه در دو حالت انشاءالله به یک نفع بزرگ سزاوار میشود. استاد ابراهیم شما چی گفتنی ها دارید؟ انا لله و انا الیه راجعون. سلامت باشید استاد. و در نوبت خود بنده نیز به شهیدان رحمت و مغفرت، لطف عنایت و جایگاه بلند در جنت از خداوند مسند دارم. برای بازماندگان صبر و برای مجروحان شفا و برای تمام امت مسلمان تسلیت خود را، تعزیه خود را تقدیم می‌دارم و برای کسانی که بی‌طرفی نکردند در این مصیبت، پهلوی مصیبت زدگان بودند، پهلوی این کشور، پهلوی کشوری همسایه بودند، اینچنین اظهار تشکر و دعای نیک برایشان دارم. چیزی که گفتن امکان دارد در این چنین حالت‌ها این است که چگونه که استاد داملا آیت را تلاوت کردن، آیه کریمه، همیشه آیه های قرآن قانون هایی است برای فهم ما، برای درک ما عالم هستی را و درست مناسبت کردن به حادثه ها، رخدادها. اینکه در دنیا زلزله رخ می‌دهد، سیل می‌آید و باد می‌وزد که باعث تلفات می‌شود، این طبیعت دنیاست و این دنیا را خداوند به چنین شکل هست کرده و در این حکمت‌های زیاد نهفته است. بعضی حکمت‌های آن را خداوند
آشکار گفته است در آغاز این آیه که استاد تلاوت کردن ولا نبلونکم. اینجا از نگاه زبان عربی لام لامی تأکید است و نون هم نیز در این فعل که پیوست شده نونی تأکید نام دارد، یعنی حتما و هر آینه به تحقیق ما شما را امتحان میکنیم. یعنی این دنیا دنیای امتحان است، دنیای آزمایش است. مثل که یک نفر دانشجو میشود در دانشگاهی مثلا درس میخواهد خواند، حتما باید امتحان سپارد که معلوم شود که چقدر دانش دارد. بنده وقتی در این صحنه حیاتی دنیا می آید حتما باید امتحان شود که چه اندازه ایمان دارد، چه اندازه نسبت خداوند معرفت دارد، چه اندازه از خدا تدبیر او را خوب قبول میکند یا نارضایتی میکند. ابن عطاالله سکندری عارف بزرگوار میگوید لا تستغرب وقوع الاقدار ما دمت فی هذه الدار. از رخ دادن بلا و مصیبت ها مادامی که در این دنیا قرار داری تعجب مکن. این دنیا همون طبیعت خودش را آشکار کرده. وقتی چون این حادثه رخ میدهد یعنی دنیا همون خصوصیت و همون خصلت خودش را آشکار دارد، بیان دارد که خالقش آفریدگارش گفته که این دنیای ابتلاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. بنابراین نباید مسلمان مصیبت ها را همیشه غضب خدا، خشم خدا تفسیر کند. درست بعضی حالات می شود که معصیت و گناه سببی آمدن بلا و مصیبت ها و عذاب می شود، لیکن بدون این حالت معصیت و فجور نیز امکان دارد که در جای سختی ها بیاید به خاطر امتحان اون بندگان که چگونه میپذیرند. در خانه و مال و ثروتشان مصیبت می آید که این مصیبت البته وزنین است، به انسان سخت می رسد و انسان خیلی آزرده می شود و مایوس می گردد، محزون می شود. این البته که طبیعی است در آدمی. یعنی استاد شما گفتید که باید که وقتی که این زلزله ها رو بهم بدهیم که آیا عذاب الهی هست یا مصیبت هست یا امتحان هست، باید که به مجموع آیات ها مراجعت شد، نگریسته شد که آیا این مسئله رو بشد که عذاب است یا اینکه این امتحان است یا اینکه برای تنبیه دیگر راه هست. یعنی بسیار آدم در حقیقت غلط میکنن نگاه جزئی دارن. در همین فیسبوک هم دیدیم که بعضی برام دارن عذاب است، این فلان است، بسم است، لیکن اگر مجموعه احادیث نگاه کنیم، اگر مجموعه احادیث این سنه بعضی وقت میگه این کفاره است، حدیث میگه که رفع درجات است، این فلان است. نه تنها عذاب بلکه چرا این جنبه ها بسیارتر غافل گرفته میشه استاد به نظر شما؟ درست از این چون که عامیانه نگریسته میشن به آیات های قرآن، به احادیث پیامبر اومد به علم دین، به علم شریعت سطحی نگری به همین نتیجه ها میرسونن. مثلا قصه حضرت عمر هم از استاد که حضرت عمر وقتی زلزله میشد در مدینه مردم میگن که این هذا مما احدثتموه، اگر بار دیگر کشید ما از اینجا با شما زندگی دیگر نمیکنم. یعنی اینجا مثلا بین اصحاب پیامبر بودن، لیکن زمینشون یعنی بهترین انسان ها، یعنی ابن مسعود میگه که خدای تعالی برای پیامبر اصحابش هم اختیار کرد، یعنی انسان ها را اصحاب اختیار کرد، لیکن با وجود این آنها یعنی چه شدت مصیبت دارن، یعنی که این هیچ ربطی به عذاب ندارن. مثلا که بهترین جیل، بهترین نسل صحابه هست، لیکن با وجود این باز هم مدینه پیامبر خودش دفن شده بودن، با وجود این چیز به وقوع پیوست. یعنی در هر مسئله فقط با نگاه منفی نگاه کردن اصلا دلالت به همون شخص چقدر انسان میتواند که متاسفانه چون که استاد گفتی در همین فیسبوک و در چند جاها خونه انا ترکیه خدا زد مثلا یا فلان شد این وای عقوبت خداوند هم خیلی عادی حکم میبرن. اصلا نمیدونم چقدر انسان باطنش وای باشد که این تفلکایی میبینید، این زنها بیچاره مثلا کامپیرهایی میبینید به یک وای بیرحمانه خیلی حکم میکنن. اصلا یک قاعده قرآنی هست که اصولا هم میدونیم که میگه که ولا تزیر وازرتون وزر اخرى، مادام یک جنایتکار باشه یا زناکار باشه ایو دیگه بیچاره و چه. یعنی شاید که نقطه نظری شرعی اگر نظر کنیم اصولا وقتی که همین چیز عام میشه و اکثریت مردم با اون مبتلا میشه، اگر بلا آمد میتونم بگم که شاید عذاب الهی است، لیکن وقتی یک تولی کمی جمعیت به این کار باشن بعد
از نوارها خودش معلوم که چقدر مردم با ریزاگی قبول میکنند. الله اکبر تکبیر میکنند، سبحان الله، با ذکر خداوند. چند چیزهایی دیدیم که مثلا نفرها در حالت ذکر و در حالت انا مرشد بود که مرشد میگفت که من ابتدی که من تورا کار نماز خونم. پیش از این که بعضی نمونه ها ذکر کنم، مثلا نباید منفیانه نگریست گفتن شما در حدیثی باید آمد. برعکس میتواند آمدن مصیبت نشانه خیریت، نشانه خوبی همون مصیبت زده باشه. بله درست. پیامبر صلی الله علیه و در حدیث صحیح میفرمایند من یرید الله به خیرا یصب منه. هر کی را خداوند براش خیر خواهد به سرش مصیبت میاره. یعنی این باید گفته های قرآن و احادیث باید تفکر انسان، نگاه انسان را به مصیبت باید عوض کند. یعنی از مصیبت باید استفاده کند. چگونه رضای خدا به دست آورد، چگونه اجری به آخری خداوند، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پاداش به حسابی خداوند به دست آورد، چگونه جنت به دست آورد. از مصیبتی که حتمی است باید رخ دهد. مثل که این حدیث شریفی دیگر است که امام مسلم روایت کردن از حضرت صهیب عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. چه بسا عجیب است. یعنی اینجا تعجب به معنای استبشار است، میگن شارحان مژده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله اظهار خوشحالی کرده است که حال مؤمن چنین زیباست. و در این جمله میگن وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. این گونه حالت را، این گونه مناسبت را با خوشی ها و ناخوشی های دنیا به جز مؤمن کسی دیگر ندارد. چون این است که اگر به او سختی رسد، چون زلزال مثلا این اصابته ضراء صبر میکنه. اگر سرا یعنی خوشی به سر او آید، نعمت و فراخی شکر میگوید. در هر دو حالت غنیمت به دست می آورد. در حالت سختی صبر پیشه میکند، اجر و پاداش میگیرد. همچنین در حالت فراخی و شادی شکر میگوید که پاداش شاکران نیست، پاداش بزرگ است. بین صبر و شکر است که بنده همیشه بین خصوصیت و ویژگی مسلمان است. درست است که یا در شکر است یا در صبر. یعنی دنیا خودش هم حادثه هایش یا خوشیان یا ناخوشی. یعنی مومن همیشه فایده به دست می‌آورد. در هر دو حالت برد میکنه. یعنی گفتنی هم که زلزله‌ای که رخ داد زلزله ماده است. زمین تکان خورد، بناها افتیدند. از این دیده سخت‌تر زلزله ایمان و عقیده است. زلزله افکار است. انسان نباید در سختی‌ها ایمان خود را از دست دهد. در مصیبت‌ها نسبت به خداوند اظهار ناراضگی کند. بنده از این خداوند مالک است، صاحب است، آفریدگار است. هر چی خواهد تدبیر میکند و قضا میکند و اجرا میکند. وظیفه بنده به خوبی، به نیکی، به رضا پذیرفتن تدبیرهای الهی است. یعنی که گفتن که مصیبت دین نباید که مصیبت دنیا سبب مصیبت دین نشه. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. دعای پیامبر صلی الله علیه و آله. این مصیبت سخت‌تر است. یه حکایت بود من گوش کردم. یه آدم تشبیه میکنه در مصیبت، میگه که گویا میگه تو فرزند داری، فرزندت به یه ورم خبیث گرفتار شده که مثلا سرطان میبری، گفت برای جراحی کردن. جراحی تو نمیخوای گفت، لیکن فرزند برای که زنده ماند با تو به نزدیکتر شد، با تو بسیارتر زندگی کند، تو مجبور میشی که بری و زیر تیغ جراح. میگه همین ورم مثل میگه که دوری از خدا، گناه، فجور، غفلت. میگه وقتی که همون چیز کنده گرفته شد، باز میگه گویا فرزند به خودت باز میگرد، با تو یک زمان دور دراز میرسد. خداوند هم به همین شکل یعنی که بنده هاشو که ابتلا میکنه تا پاکشان. بله، هم پاک میسازد، هم به خودش با نزدیکتر میکنه. همین استاد حدیث دیگر هم در تایید این گفته شما میتوان دلیل آورد که حدیث صحیحین است. امام بخاری و امام مسلم روایت کردن ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كانت كفارة لذنوبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی هیچ غم و درد
آزار اندوه به بنده مؤمن نمیرسد مگر که کفاره گناهش است. یعنی این همه عددی که از خانه به خانه شدن، حالا شخصان زنده را در نظر گیریم، اگر به خانه ماندن، مالشان از دست رفت، جای کارشان، کارخانهشان، یعنی همه اینها، حالا در حدیث میگه حتی شوکت و حتی خاره که در پایش خلد کفاره گناه دارد. یعنی به اندازه همون زیان و ضرر گناهش مغفرت می شود. هر قدر اون سختی اندوه وزنین تر باشد، گناه وزنین تر را شسته می برد. یعنی بنابراین مؤمن باید از این نگاه و به مصیبت نگاه کند که خداوند می خواهد او را پاکسازی کند، تطهیر، کفاره گناه شود و درجاتش در نزد خدا بلند گردد. این کاش که درک شد این معنا. اگر درک شد در حقیقت مؤمن همیشه خوشحال میگره که من چیزی مصیبت من میگه این برای من اجر است. بله درست است که نباید انسان مصیبت را بخواهد، بپرسد البته، چون که معلوم نیست که آیا تحمل کرده میتواند یا نه، باید طلب نکرد. لیکن وقتی مصیبت آمد وظیفه‌اش نیست که صبر کند. یعنی گفتنی هم که اگر خواهیم و حادثه ها را درست بها دهیم، نباید به منظور دنیا، فقط به منظور مادیات بها دهیم و خلاصه برآورده کنیم. خداوند هر چی تدبیر میکند، اجرا میکند در این صحنه حیات ما بر اساس علمی او سبحانه و تعالی به شهادت و غیب اجرا میکند، عملی میکند. یعنی ما فقط حاضر عالمی شهادت را، عالمی که به چشم دیده میشود را میبینیم، اما اینجا عالمی غیبی هست که ما اون را دیده نمیتوانیم. آن چی که رخ میدهد بر اساس این دو عالم است. یعنی آنی که در زیر بنا میماند در نظر ما خیلی به شکلی دهشت آور از این دنیا می رود، از نگاه آنچه دیده می شود خیلی دهشت آور است، فاجعه است. لیکن ما عالم غیب را نمیدانیم که الکی نزد خداوندش در منزله های بلند جنت سیر کرده ایستاده است. اگر این پرده پیش چشم ما گرفته میشد ما می توانستیم ببینیم، البته نگاه ما، بهاگذاری ما به این مصیبت دیگر میشه. یعنی که استاد جنبه هم مادی داره هم معنوی. این زمین جنبه یعنی چیزی است که همچی طبیعی است، مادی است، هم معنوی است که برای انسان با دیگر چه خیلی گفته همون حکمت‌های نهانی است که ما حالا از آن در اینجا میتوان همون قصه پادشاه با وزیرش را ذکر کرد که شاید قصه رمزی باشد لیکن دارای عبرت است. پادشاه وزیری داشته، وزیر حکیم که علم تقدیر را خوب میفهمیده. یعنی میتوان گفت هر چی که رخ میداده میگفته لعله خیر، شاید خوب باشد، گمانی نیک به خداوند، شاید خوب باشد میگفته. و بار این پادشاه با وزیر و با حاشیه خود به شکار می رود و تصادفاً انگشت خود را از دست می دهد پادشاه. و این وزیر همچون عادت خود بازم میگه لعله خیر، شاید خوب باشد جناب پادشاه. پادشاه در خشم می شود که من انگشتم را از دست دادم و تو میگی خوب است. امر میکند که این وزیر را به زندان اندازید. وقتی این امر را صادر میکند بازم وزیر میگه لعله خیر، شاید خوب است زندان شدنش. بازم خشمش میاد. خلاص بعد بار دیگر که پادشاه باز به شکار میرود، ظاهرا عادتی شکار رفتن داشته، وقتی شکار میرود از پاسبانان و حاشیه خود دور میماند و در دست یک گروه آدمانی میافتد که آن روز عید دارن، برای بتشان باید قربانی تقدیم کنند و قانونشان، عادتشان در دینشان همین بوده که هر کسی را که اولین شده ببینن آن را باید نزد بت برده قربانی کنند. اتفاقا از پیششان پادشاه میبرایند و پادشاهی که یک انگشت ندارد برده نزد بت میخواهند قربانی کنند که میبینن یک انگشتش نیست و چون نزد بت میبرند میبینند که پادشاه یک انگشت ندارد، شایسته نمیبینند که این قربانی ناقص را، کمبودی داشته را برای خدایشون جوابگو نیست. به شرط‌های قربانی جوابگو نبوده. خلاص رها میکنند پادشاه را. پادشاه می آید و اولین کاری که میکند میگه وزیر را از زندان برآورید که گفته بود انگشت تو رفتن خیر است، من دیدم خیر بود. انگشت رفت لیکن گردن را
به دست آورده آمده. چون وزیر رو میبیارن میگوید جناب وزیر من که فهمیدم که انگشتم رفتنش خیر بوده، اما تو را نیز وقتا زندان میبردن میگفتی خیر است، تو چی دیدی داری؟ چه خیری دیدی؟ میگه منم البته که خیرش دیدم، اگر اون زمان اون لحظه با تو میبودم حتما جای شما من قربانی میکردم. خب که اینجا زندان شدم سلامت بود. یعنی این نفری که مالش میرود، خانهش میرود، کارخانهش، ماشینش، وقتا که این پاداش و منزله هایی که خداوند برایش آماده کرده در عوض صبرش میبیند، البته که راضی میشود. این چیزی اندکی فانی دنیا را داده، یک نعمتی ابدی و جاودانی آخرت را به دست آورده. بله. لیکن از یک دست من همین مسئله درس گفته و عبرت گفته یا عبرت عجایبی گرفتم که همبستگی امت اسلامی. بله. یعنی مثلا در سطح دولت ها میشود که مثلا همبستگی دارن، لیکن نه در همه حالت وقتی که زمین جمعی میشد مردم عادی اینقدر از خود همبستگی، اینقدر از خود یعنی که حماسه نسبت یاردم کردن، دست دراز کردن به آفت زده بود. مردمان به سفارت ها رفتن، کمک ها تقدیم کردن و یعنی درست یکی از فایده های این مصیبت این که امت را همدل کرد، همدرد بیدار کرد، یک جایی یعنی نگفتن این مشکل ترکیه است. حتی ببینیم خیلی که استاد اشاره کردن، نه فقط مسلمانان رو جمع کرد بلکه تمام جهان، تمام انسانیت. این خوب است که انسانیت بیدار شود یک کمی در عوض اینکه با هم بجنگد و نابودی یکدیگر را خواهد. اطراف ارزش‌های انسانی که بین مردمان مشترکند جمع شوند، رحمدلی، شفقت، دست یکدیگر گرفتن، در پهلوی مصیبت زده ایستادن. این درس‌های بزرگ است واقعا که باید حتی اسرائیل امدادگران میفرستاد، حتی یونان که با ارمن‌ها حتی میگن فرستادن. این کشورهایی که واقعا بینشان این مشکل سیاسی دارد، یعنی همه اختلاف‌های سیاسی را کنار گذاشتن، در این لحظه انسانیتشان جوش زد و دستی کمک درست کردن. واقعا این چیزهایی است که باید اهل عالم درس آموزند. بعد همبستگی هم اصول دیگری چیزی نابی نیست. همبستگی اسلامی از اول بود. مثلا دور صحابه هم نگاه کنیم همین چیز بود. وقتی مهاجران مدینه آمدن مثلا انصاری ها یاردم کردن. مثلا یک چیزی خاصم گیریم وقتی سلمان فارسی خواست خودش آزاد کند از غلامی، پیامبر صحابه گفتن که برادرتون فقیر است یاردم کنه. مثلا این همبستگی تاریخ قدیمه داره. مثلا مثال زدیم از صحابه ها مثلا. لیکن اگر خودی مردم ما رو ببینیم، اگر در زمان امارات بخاران بریم، استاد عینی وقتی کتاب تاریخ انقلاب بخاران نوشته است میگه که با ترکیه علاقه خوب بود، خصوصا هم جدیدها، خصوصا هم انسانایی که معارف پرور بودن. مثلا انسان رو میفرستن تو اینجا من درس خونم و تجربه اینجا رو با اونجا برن و تا جالبش این است که میگه که همون زمان بعضی انسانایی که ملاهای درباری که بودن اگر میخواستن که یگان کسی رو تهمت کنن میگفتن که با ترکیه علاقه خوب دارن. برای چی؟ برای اینکه ایمپری روسیه که بخارا در چیزی هم بود، پروتکتورات روسیه بود، میگفتن که با ترکیه خوب است و میخواستن با همین نشان دادن که این مرد با سیاست امارات ضدیت داره. مقصد چی از اینجا همبستگی چی گفتیم؟ از جهت مردمی همبستگی خیلی در سطح بلند بود از در قدیم. حتی خیلی پیامبر صلی الله علیه و آله همراه صحابه یک روز نشسته میگن که لو دعیت بهی فی الاسلام لعجبت. حلف الفضول یک عهدنامه پیمانه بود که پیش از اسلام شده بود برای دستگیری مظلومان. بله این هم اشاره به همون خیلی اصول است، یعنی که انسانیت چیزی که برای فایده انسانیت استاد همون میگن که شنیدن که بود مانند دیدن. گفتیم شما در قلب حادثه بودید، در اونجا رفتید، قبول مردم چه خیلی بود، همون یعنی نقل میکنده بسیار خوب میشد. بله این قصه طولانی است و خیلی دردناک هم هست. 2 روز آنجا بودیم و از شهرهایی که به شدت آسیب دیدن کردیم با بعضی دوستان و بعضی استادان و واخوردیم با مصیبت زدگانی که به خانه موندن، افرادی از عائله خود را از دست دادن
خیلی خیلی چیزهای عجیب و خیلی برخوردهای ایمانی می شود نام. مثلا یکی از مردان فاضل را دیدیم که در یک بنا با برادرش زندگی میکرده. برادرش در آشیانه پایانی، از او خودش در آشیانه بالا. برادرش با همه اهل و فرزندانش فوت دیدن و خودش سالم مونده. حافظ قرآن بوده و استاد قرآن. و وقتی تسلیتش میدادیم میگفت هذا من وعد القرآن. بله، این میگفت از وعده قرآن است. این تعجب آور است یک نفر این همه را از دست دهد، خانه‌اش فرو ریزد و برادرانش. آنجا میگفت این 8 عائله‌ای که در پشتش بعضی خیمه‌های خودش ساخته میدیدیم، در پشت دیواری مکتب خیمه ساخته و 8 عائله میگفت از خودمون از خیشتوارمون اینجا بر عهده من شده، یعنی مردانشان تلفی افتن. میگفت این از وعده قرآن است. این قرآن گفته ما شما را سنجش میکنیم، منظورش همین و میباید در مقابل سنجش های ما صبر نشان دهید، صداقت در ایمان نشان دهید. چون میگفت این خیلی خودش یک درس بزرگ است. این چنین نمونه ها زیاد دیدیم در حقیقت. یعنی طفل دیدیم که همه افراد عائله‌اش، همه والدینش با برادر و خواهرانش رفته در کفالت تقاشه است. زن دیگر را دیدم از اونم حافظه قرآن و 3 فرزندش حافظ قرآن. ماشاءالله. میگفت بینای ما خراب شده افتید و من الحمدلله با فرزندانم سالم هستیم. میگفتم این از کرامت قرآن است که خدا تو را حفظ کرده تا وظیفه و این رسالت خود را ادامه دهی. خیلی جالب بود، یعنی شکر میگفت و خیلی از دیداری ما شادم بود. در عموم وقت به این شهرها انسان گذر میکنه، یعنی یک کمی صحنه قیامت به یادش میآید. یعنی شهرها خالی و باقی مانده اهالی را نیز برآورده ایستادند و بعضی دوستانی ما که اونجا هستن، بعضی استادان، دکترهای علوم‌های مختلف تخمین می‌زدن که بعضی شهرها یا لااقل اکثری منطقه های یک شهر باید نوسازی شود. اون بناهایی که پابرجاست آنها نیز باید چی شود، ویران کرده شود، نوسازی شود. یعنی آن چیزی که در آمارها حالا گفته می شود از مقدار خسارت، چه از تلفات نفسی انسانی جانی باشد، چه از خسارت مالی، این خیلی کمتر از اون چیز که مردم توقع دارن. بیشتر از این است. شاید یعنی بعد از هفته ها انیقترش معلوم میشه. شاید بعد از ماه گذشتن تلفات حقیقی معلوم میشه که چقدر است. در کوچه های میگذاشتیم که اون امدادگران کار کرده شده بودن و مردم زیادی منتظر بودن که شخص زنده را بیرون کنن، چون که اون اسباب ها، تجهیزات ها نشان میدهد که اینجا آدمی زنده هست، بنابراین کارمندان اونجا کار میکنن. یعنی میتونیم که از این حادثه یک خلاصه بریم. خلاصه این است که بازگشت به سوی خداوند. بله. این دنیا فانی است، زائل شونده است، گذراست، کوتاه است. برای کلمه همین است، یعنی که وقتی این حالات رو دیدیم یک قیامت میدک است. این دوست ما از آنتو که نقل کرد که کودک که پای مادرش رو آغوش گرفته است، مادرش رو فوتیده است. کودک به این شکل ماندگی است. یعنی این منظره در حقیقت منظره که دل انسان رو درد میکنه، در حقیقت وزنین است تصورش. اینکه بعضی دیدن که کودک‌ها در آغوش پدرشون زنده موندن، مثلا پدر وفات کرده، فوتیده است. ببینید چقدر شفقتی پدر به فرزند مهربانش ببینید که در همین حالت وزنین ترین هم یعنی جان خودش خطر مونده، بچه خودش آغوش گرفت که همون وزنین‌های بیتان و وزنین‌هایی که مثلا سقف خانه بالی بچه نهاد. با الله تعالی اون زنده داشته. این هم معجزه هست در حقیقت. البته. تا که گفتن استاد به یادم آمد دکتر دیگر که از ذهن آنجاست نقل کرد که دیروز یک مبلغی زیاد حدودی $1,000,000 یافتن از بینای فرو ریخته، لیکن صاحبشون نمیدونستن که کیست. یعنی کوچک بودن دنیا رو که گفتیم برای به دست آوردن اون مال کی میداند که چقدر زحمت کشیده اون نفر. بله در یک چند ثانیه ببینیم که حالت دنیا عوض می شود، یک شخصی خیلی ثروتمند به یک شخصی فقیر مبدل می شود. تبدل و تقلب حال، یعنی یک نفر در جمع خاندانش است، خودش تنها میموند،
یا پره یک آیله از بین میرن. حالا آیله هایی هست که گم شدن تا حال نیفتن. اما حدیثی هست که استاد میگن نعوذ بک من الحور بعد الکون، حدیث امام رسول طریقه تقلب حالا نگهن. بنابراین این حقیقت دنیا را یک بار دیگر نشان میدهد که انسان درست باید در دنیا کوشش کند، آباد کاری کند، لیکن به شدت چنان دل نبندد که آخرت را فراموش کند. دنیا قصهش همین است، امروز هست فردا نیست. خلاصه این که میباید مؤمن سختی ها و آزمایش ها را از لطف خدا شمارد و داند که خداوند در این تدبیرها حکمت هایی دارد که عقل بشری به آن نمیگیرد. بنابراین اعتراض نکند، علاوه بر زیان و ضرر مادی، زیان و ضرر معنوی و ایمانی بر سر خود جلب نکند. ابن عطاالله سکندری حکمت دیگری جالبی دارد که میتوان به گفته اون صحبت را خاتمه بخشیم. میگوید من ظن فکاک لطفه عن قدره فذلك من قصور نظره. هر کسی گمان میکند که لطف خدا از تدبیر او جداست، یعنی گاه ها خداوند تدبیر میکند که در آن تدبیر لطفش نیست، اگر چون این گمان دارد این از کوتاه نظری است. خدا را حالا درست نشناخته، یعنی معرفت دینی او حالا کامل نیست. باید بنده چنین پیندار، چنین عقیده داشته باشد که هر تدبیری خدا همراه لطف مرحمتی دارد. این سخن عطاالله اسکندری یا سخن حکیم دیگر رو بیان آورد که میگه که اگر انسان حکمت های نهفته خدا رو از پس پرده هر یک مصیبت میدانیست، از بدگمانی خودش نسبت به خدا گریه میکرد، پشیمان بشد، اشک بریخت من چرا نسبت خدای خودم بدگمانی کردم. خداوند پاداش نیکتون دهد و شما و در نهایت برنامه گفتنیم که هر یک اراده و خواسته خداوند حکمتی دارد. ما بندگان با کوتاهی نظرمون آیا از آن حکمت آگاهی پیدا میکنیم یا نمیکنیم، باید یقین داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی همیشه برای ما و شما بندگان مؤمنش یکی میخواهد و باید ما و شما خوشبین باشیم و عقیده ما و شما باید مستحکم باشد که خداوند همیشه برای ما و شما اراده و خواسته های خداوند از خواسته ها و از خواسته های ما و شما خوبتر و نیکتر است. الله سبحانه و تعالی همیشه شما را نگهبان باشد تا برنامه های آینده. خدا یار و مددگارتان.